سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاهی بندازیم به یه ترس خیلی خاص و قوی. ترس از مارها که خب بهش میگن اوفیدیوفوبیا. بله. ما یه گفتگوی جالب داریم بین کسی که خودش این ترس رو داره و یه روانشناس. میخوایم ببینیم این ترس اصلا از کجا میاد و خب مهمتر این که چطور میشه باهاش کنار اومد. آماده اید؟ حتما. نکته خیلی مهم توی این گفتگو اینه که نشون میده این فقط یه نگرانی ساده یا بد اومدن از مار نیست. دقیقاً. یعنی اونطور که روانشناس توی گفتگو میگه این یه واکنش کاملا جسمی و روانیه. چطور مثلا؟ یعنی شما حتی با دیدن عکس مار یا اصلا فکر کردن بهش ممکنه قلبتون تند بزنه، بلرزید، عرق کنید یا حتی حالت تهوع بگیرید. خیلی واقعیه. آره، خود فرد توی گفتگو یه مثال میزنه که خیلی تکان دهنده بود. میگه یه بار یه تیکه طناب دیده از دور و مغزش بلافاصله فکر کرده ماره. تپش قلب وحشتناک گرفته. این یعنی مغز چقدر حساس میشه، نه؟ دقیقاً. نکته کلیدی همینه. مغز به خصوص بخشی به اسم آمیگدال که مرکز هیجاناته انگار دکمه خطرش گیر کرده. سیگنال خطر میفرسته حتی وقتی هیچی نیست. مثل یه دزدگیر خیلی حساس. خب چرا اینجوری میشه؟ توضیحات توی گفتگو میگه دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. مثلا یه تجربه بد تو گذشته. با خود مار؟ میتونه اون باشه یا حتی دیدن یه فیلم خیلی ترسناک تو بچگی، شنیدن حرفای بقیه یا حتی بحثای ژنتیکی و تکاملی هم هست. پس یعنی طرف تقصیری نداره که اینجوری میترسه؟ ابداً. مغز داره کار خودش رو میکنه. فکر میکنه داره از ما محافظت میکنه. فقط یکم زیادی واکنش نشون میده. این خیلی مهمه که بدونیم. بله، و روانشناس گفتگو که به عنوان مشاور آنلاین هم کار میکنه، علی اندی، خیلی روی این تاکید داره که اولین قدم پذیرش همینه که این یه واکنش مغزیه، نه ضعف شخصیتیه. خب این خودش خیلی دلگرم کننده است. و خبر خوب این که قابل درمانه. به یه روش درمانی هم اشاره شده بود. CBT؟ درسته، درمان شناختی رفتاری یا CBT. این CBT چیه دقیقاً؟ چطور کمک میکنه؟ فقط میگی مغز رو تنظیم میکنه، ولی چطوری؟ ببینید، CBT 2 تا کار اصلی میکنه. یکی روی فکر کار میکنه، یکی روی رفتار. بخش شناختیش میاد اون فکرای منفی و غیر منطقی رو پیدا میکنه. مثلا هر ماری خطرناکه یا اگه مار ببینم حتما حمله میکنه. درسته که خب واقعیت نداره لزوماً. دقیقاً. این فکرها رو به چالش میکشه. بعد میرسه بخش رفتاری که خیلی مهمه. بهش میگن مواجهه درمانی تدریجی. مواجهه؟ یعنی چی؟ یعنی فرد رو میبرن پیش مار؟ این که بدتره؟ نه، اصلا اینطوری نیست که یهو بندازنش وسط مارها. خیلی کنترل شده و پله پله است با کمک درمانگر. مثلا اولش شاید فقط نگاه کردن به عکس مار باشه. خب بعد شاید یه فیلم کوتاه. بعد شاید یه مار اسباب بازی. بعدتر شاید یه مار واقعی توی یه محفظه شیشه‌ای از دور. فهمیدم. یعنی یواش یواش. دقیقاً. هر مرحله اونقدر تکرار میشه تا اضطراب کم بشه و مغز بفهمه که اون سیگنال خطر اولیه الکی بوده. یه جور بازآموزی برای مغزه. علی اندی به عنوان مشاور آنلاین توی اون گفتگو هم خیلی روی این تدریجی بودن و ایمن بودن فرایند تاکید میکنه. واقعا جالبه. انگار مغز رو دوباره برنامه ریزی میکنیم. همیشه با همین رواندرمانی حله یا دارو هم ممکنه لازم بشه؟ معمولا رواندرمانی مخصوصا همین CBT با مواجهه کافیه و خیلی هم خوب جواب میده. ولی اگه ترس خیلی شدید باشه اونقدر که طرف نتونه اصلا درمان رو شروع کنه، گاهی روانپزشک ممکنه برای مدت کوتاه دارو بده. چه دارویی؟ داروهای ضد اضطراب یا گاهی ضد افسردگی که فقط علائم رو کنترل کنه تا فرد بتونه از رواندرمانی بهتر استفاده کنه. ولی دارو به تنهایی ریشه مشکل رو حل نمی‌کنه. فهمیدم. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم چی میشه گفت؟ میشه گفت فیدیوفوبیا، این ترس شدید از مار، یه چیز کاملا واقعی، الکی نیست. ریشش تو واکنش‌های مغزه که یکم زیادی حساس شده. و مهمتر از همه قابل درمانه. با کمک گرفتن از متخصص و روش‌هایی مثل CBT و مواجهه میشه کنترلش کرد. لازم نیست آدم تا آخر اون باهاش درگیر باشه. این واقعا امیدبخشه.
خب به عنوان حرف آخر برای شما که گوش میدید. یه سوال کوچیک برای فکر کردن. حتی اگه از مار نمی ترسید، چیز دیگه‌ای هست که واکنش خیلی شدیدی تو شما ایجاد کنه؟ یه چیزی که شاید بقیه بگن ترس نداره ولی برای شما خیلی بزرگه. به این واکنشاتون یکم فکر کنید. اینا در مورد سیستم هشدار درونی خودتون چی بهتون میگن؟ شناخت همینها خودش اولین قدمه برای مدیریت بهترشون.